خوش اومدید به پادکست تئاتر آوا. من مینا رحیمی هستم. من هم میترا علوی طلبم. و الان که سال 1403 هست میخوایم بریم سراغ نمایشنامه‌های مدرن و تحلیل نمایشنامه‌های مدرن. خانم علوی طلب، تحلیل نمایشنامه به چه کار ما میاد؟ چرا باید تحلیل کنیم؟ خب تحلیل که ترجمه کلمه آنالایز هست به ما کمک میکنه که به جهان نمایشنامه ورود کنیم، نمایشنامه رو بهتر بفهمیم، بتونیم برای اجرا ازش بهره بگیریم و به طور کلی خارج از چارچوب‌های قدیمی که به زندگی نامه نویسنده و آثار دیگه، مسائل دیگه میپرداخت، برسیم به اینکه خود نمایشنامه رو بفهمیم و right to the point بپردازیم به خود نمایشنامه و متن نهایی نمایشنامه که خب در دراماتورژی و همینطور در اجرا میتونه به ما کمک بکنه. خب قرار شد که به نمایشنامه‌های مدرن بپردازیم. منظور ما از نمایشنامه‌های مدرن چیه؟ من که میدونم، برای مخاطبی میپرسم. خب سوال خوبیه. نمایشنامه مدرن چیه؟ خب طبیعتاً برای توضیح نمایشنامه مدرن باید ورود پیدا کنیم به مسئله مدرنیسم و جهان مدرن، اما اجازه بده مینا جان برای اینکه مخاطبانمون خسته نشن اینو در طول این پادکست ها به مرور بهش بپردازیم. اما به هر حال توی این تحلیل ها به این بپردازیم که چه پارادایم های نمایشنامه مدرن رو تعریف میکنه، ساختار و مضمون های نمایشنامه های مدرن چگونه است و چطوری نمایشنامه ها از نمایشنامه های پیش از خودشون متمایز میشن و تو هر پادکستی هم به یک نمایشنامه بپردازیم و نکات ساختاری و مضامین مربوط به اون نمایشنامه رو بررسی کنیم، البته تا جایی که امکان داره. بسیار عالی. من خودم خیلی نمایشنامه مدرن دوست دارم، نمایشنامه‌های اروپایی، نمایشنامه‌های آمریکایی، و به همین خاطر یه پارتی بازی بکنیم، نمایشنامه‌های مورد علاقه منو بذاریم تو اولویت. بسیار خوب. نمایشنامه‌های مورد علاقه شما چیه مینا جان؟ کارهای چخوف، ایبسن، استرینبرگ و تمام برای بچه‌های مدرن. خب منم همینا رو در نظر دارم و سلیقمون خیلی به هم شبیه. خدا رو شکر. البته من کلی سوال دارم، امیدوارم از دستم خسته نشین تو این مدت. البته به سوالای دوستان هم پاسخ داده میشه، درسته؟ بله حتما به سوال دوستان پاسخ میدیم و اصلا طرح سوال خیلی مهمتر از پاسخشه. اینکه سوال خوب بپرسیم، بتونیم از یک متن سوالات دقیق تری بپرسیم خیلی مهمتره تا اینکه فقط یه سری اطلاعات راجع به نویسنده یا مضامین بخوایم طرح بکنیم. به نظرم پرسش خوب از یک نمایشنامه یا هر متنی راه ورود ما به اون متن هست. پس کلی مطلب داریم برای گفتن و شنیدن. با ما همراه باشید با پادکست تئاتر آوا. بله، در خدمت دوستان هستیم.